ژاپن تنها کشور جهان که توانایی مهار سیل را دارد. یعنی اگه تمام یخهای قطب جنوب آب بشن و تا قطره آخر اقیانوس اطلس رو به سمت ژاپن هدایت کنن، باز سر سوزنی خرابی به بار نمیاد و هیچکی ککش هم نمیگزه. اونایی که فکر میکنن ژاپن کشور زلزله هاست قطعاً از سیلاش خبر ندارن. واسه همینم ژاپنیا تو 13 سال کار بیوقفه با یه بودجه 2 میلیارد دلاری همچین غولی رو واسه مهار سیل ساختن. سازه‌ای زیرزمینی با 5 سیلو که هر کدوم 65 متر ارتفاع و 23 متر قطر دارن. جالبه بدونید سال 2015 بعد از طوفان معروفی که 670 میلیون فوت مکعب آب وارد این مخازن کرد، فقط 4 روز زمان برد تا بدون درد و خونریزی این حجم از آب مهار بشه. به نظر شما تو کشور ما هم چنین مکانیزمی وجود داره یا نه؟